سزار امنیتی کیه؟ کارش چیه و چرا به این شخص میگن سزار امنیتی؟ با سلام به علاقه‌مندان به موضوعات مربوط به تحولات ایالات متحده و همراهان همیشگی کانال امریکا با ابوالفتح. من امیرعلی ابوالفتح در این برنامه میخوام به این 3 سوال پاسخ بدم و اگر شما به این موضوع علاقه دارید تا پایان برنامه با من همراه باشید. اما قبل از اینکه بخوام به این 3 سوال پاسخ بدم، اول باید به موضوع جامعه اطلاعاتی امریکا بپردازم. مجموعه‌ای از بزرگترین، قدرتمندترین و بانفوذترین سرویس‌های اطلاعاتی امنیتی امریکا و جهان. در ابتدا میخوام توضیح بدم که این جامعه اطلاعاتی چیه. جامعه اطلاعاتی ایالات متحده امریکا یا United States Intelligence Community IC مجموعی از 18 سازمان و نهاد دولتیه که وظیفه‌اش جمع‌آوری، تحلیل و ارائه اطلاعات امنیتی و جاسوسیه و این اطلاعات رو در اختیار سیاستگزاران، مقامات نظامی و سایر نهادهای دولتی امریکا میذارن. برخی از مهمترین اعضای اون عبارتند از آژانس اطلاعات مرکزی CIA که وظیفه‌اش جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات خارجیه، آژانس امنیت ملی NSA که وظیفه‌اش شنود الکترونیکی و رمزگشایی اطلاعات و اداره تحقیقات فدرال یا FBI که به امنیت داخلی امریکا و عملیات ضد تروریستی داخل امریکا میپردازه. نهاد دیگه آژانس اطلاعات دفاعی DAI که سرویس اطلاعات نظامی امریکاست. بقیه اونام اداره ملی شناسایی، اداره ملی اطلاعات جغرافیایی، ادارات اطلاعاتی وابسته به نیروهای مسلح و ادارات اطلاعاتی وزارتخونه‌هایی مثل وزارت امور خارجه، وزارت خزانه‌داری و وزارت امنیت داخلیه. ریاست و هماهنگی این نهادها بر عهده مدیر اطلاعات ملیه که گزارش‌های تهیه شده و ارائه شده از اعضا رو یکی میکنه و اونو میده به دست رئیس جمهور و شورای امنیت ملی. حالا اگه بخوام یه خورده جزئی‌تر توضیح بدم، وظایف و مأموریت‌های جامعه اطلاعاتی شامل این موارده: جمع‌آوری اطلاعات خارجی و داخلی برای مقابله با تهدیدات امنیتی، تحلیل اطلاعات درباره تهدیدهای جهانی مانند تروریسم، جرایم سازمان یافته و تهدیدات سایبری، جاسوسی و ضد جاسوسی برای جلوگیری از نفوذ اطلاعاتی کشورهای دشمن و همچنین عملیات سایبری و جنگ الکترونیک علیه تهدیدات دیجیتال. اینطور مشخص میشه که این جامعه نقش خیلی مهمی در تدوین و اجرای سیاست خارجی و سیاست امنیتی امریکا داره و فعالیت‌هاش معمولاً مخفیانه است. جامعه اطلاعاتی امریکا به طور رسمی در سال 1981 با دستور اجرایی رونالد ریگان رئیس جمهور وقت امریکا تأسیس شد. اما زمینه‌های تأسیس اون به دوران جنگ جهانی دوم و دوران جنگ سرد برمیگرده. در طول جنگ جهانی دوم ایالات متحده امریکا برای اولین بار یک نهاد اطلاعاتی متمرکز به نام دفتر سرویس استراتژیک OSS رو ایجاد کرد. این نهاد پس از پایان جنگ در سال 1945 منحل شد و 2 سال بعد با تصویب قانون امنیت ملی هم آژانس اطلاعات مرکزی امریکا CIA تأسیس شد و هم شورای امنیت ملی امریکا. در طول دهه‌های 1950 تا 1970 نهادهای اطلاعاتی بیشتری برای مقابله با اتحاد جماهیر شوروی تأسیس شدند، از جمله آژانس امنیت ملی در سال 1952 و آژانس اطلاعات دفاعی در 1961. با افزایش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، ضرورت هماهنگی بین اونها ایجاد شد و در نهایت در سال 1981 جامعه اطلاعاتی امریکا به وجود اومد و ریاستش رو دادن دست رئیس سیا. یعنی رئیس سیا نماینده جامعه اطلاعاتی شد برای ارتباط با رئیس جمهور و اون صبح به صبح گزارش آخرین وضعیت اطلاعاتی و امنیتی امریکا و جهان رو روی میز ریاست جمهوری میذاشت. این روند تا سپتامبر 2001 ادامه پیدا کرد. با وقوع حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 که بزرگترین حمله تروریستی به امریکا در طول تاریخشه، مشخص شد که بین نهادهای اطلاعاتی هماهنگی کافی در جریان نبوده. مثلا تقسیم کار بین سازمان سیا و اداره FBI حفره‌های امنیتی و اطلاعاتی رو به وجود آورده بود که عوامل القاعده از همون حفره‌ها استفاده کردن و حوادث 11 سپتامبر رو رقم زدن. بر اساس تقسیم کار بین این دو نهاد، وظیفه تأمین امنیت در داخل امریکا
بر عهده FBI قرار گرفت و وظیفه تامین امنیت خارجی بر عهده CIA. تحقیقات بعدی نشون داد که ماموران اطلاعاتی CIA رد عوامل تروریستی رو تو خارج از امریکا زده بودن، اما گویا این اطلاعات به موقع یا به اندازه کافی به ماموران FBI رسونده نشده بود تا این اداره اونا رو پیش از عملیات تروریستی بازداشت کنه. در حالی که اگر این هماهنگی بهتر انجام شده بود، چه بسا قریب به 3000 نفر جون خودشون رو روز 11 سپتامبر 2001 از دست نمیدادن. به رفع این مشکل در سال 2004 قانون اصلاحات اطلاعاتی و پیشگیری از تروریسم تصویب شد و بر اساس اون سمت جدیدی با نام مدیر اطلاعات ملی به وجود اومد که وظیفه‌اش ریاست بر کل جامعه اطلاعاتی امریکاست و نظارت و هماهنگی بر کل این مجموعه. الان این فرد بالاترین مقام امنیتی امریکا رو داره و به دلیل قدرتی که داره بهش سزار اطلاعاتی هم میگن. کسی که هم ریاست عالیه 18 نهاد اطلاعاتی و امنیتی رو داره و هم بر بودجه چند ده میلیارد دلاری اون نظارت میکنه، هم مستقیما به رئیس جمهوری دسترسی داره و اون کسیه که رئیس جمهوری و فرمانده کل نیروهای مسلح رو در جریان جدیدترین و محرمانه ترین اطلاعات امنیتی و جاسوسی قرار میده. این وظایف و اختیارات مدیر اطلاعات ملی رو به فرمانروای مطلق دنیای پر رمز و راز و مخفیانه اطلاعاتی و جاسوسی بدل میکنه. در حال حاضرم تولسی گابارد همون سزار اطلاعاتیه، مدیر نهاد مدیریت اطلاعات ملی امریکا و رئیس جامعه اطلاعاتی امریکا، ارشدترین مقام اطلاعاتی امریکا که برخی از بزرگترین و قدرتمندترین نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و جاسوسی زیر دستشه. گابارد هفتمین فرد و دومین زنیه که به این سمت انتخاب میشه. در مورد پیشین گابارد میشه گفت که اون یک سیاستمدار نظامی و تحلیلگر امریکاییه که اول عضو حزب دموکرات بود، حتی یک بار هم تلاش کرد جایگاه نامزدی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری امریکا به دست بیاره که موفق نشد. بعد از اونم به منتقد سیاست‌های حزب دموکرات بدل شد و به یک حامی سرسخت حزب جمهوری‌خواه به ویژه دیدگاه دونالد ترامپ بدل شد. پاداش این تغییر نگرش سیاسی انتخاباتی هم این بود که تولسی گابارد بدون هیچ گونه سابقه مدیریتی در نهادهای اطلاعاتی و امنیتی امریکا بر رأس جامعه اطلاعاتی در جایگاهی که به اون سزار اطلاعاتی هم گفته میشه. خب امیدوارم که از این برنامه هم استفاده کرده باشین. اگر از اون خوشتون اومده لایکش کنید، کانال منم اگه دنبال نکردین دوست داشتین سابسکرایب کنید، زنگوله رو اگه دوست داشتین بزنید. اگه سوال و نقد و نظر و پیشنهادی هم داشتین با من مطرح کنید. تا برنامه‌های بعد، بدرود.